سلام دوستان، امروز میخوام براتون از یه دسر فوق‌العاده صحبت کنم که همیشه یادآور محبت‌های مامانمه. از وقتی که یادم میاد هر وقت من به یکی از خواهر برادرام بی‌حال و کم انرژی میشدیم، مامانم سری بلند میشد و برامون این خشیل خوشمزه ترکی رو درست میکرد و می‌نشستیم و با هم میخوردیم. همیشه میگفت این خشی خاصیت درمانی هم داره. اون زمان شاید نمیفهمیدم که منظورش چی بود، ولی امروز میفهمم که واقعا چه تاثیری داشت. خشی نه تنها بدن رو پر انرژی میکرد، بلکه یه جور درمان طبیعی بود برای زمانی که احساس خستگی میکردیم. حالا امروز میخوام همون خشی رو درست کنم. نه تنها طعمش فوق‌العاده است، بلکه یه درمان طبیعی برای روزهای کم انرژی هم به حساب میاد. با من همراه باشید.